چنین به نظر می رسد که مقامات شهر مسکو پایتخت روسیه امسال می خواهند برگزاری نماز عید را در مسجدهای این شهر مثل دوران پاندمی کرونا ویروس محدود کنند، اما این دفعه در رابطه به حمله خونین تروریستی در تالار کنسرت های کروکوس. تلگرام کانال استراژا نووستی روز 3 اپریل سال 2024 با نشر نسخه نامه دپارتمنت سیاست ملی و روابط بین منطقوی شهرداری مسکو به پرفکت‌ها خبر داد که به مسلمانان در شهرهای مسکو توصیه دادند که در روز عید رمضان نماز عید را در خانه خوانند. در نامه از پرفکت‌ها خواسته شده است که تا مسلمانان را در عرفه عید فطر درباره محدودیت‌ها در مسکو جاری شده خبردار کنند. از پرفکت‌ها خواسته شده است که توسط کارفرمایان به کارمندان مسلمانان آنها برسانند که پخش مستقیم نمازها توسط اینترنت تشکیل کرده می شود و به دینداران توصیه داده می شود که نماز عید را در خانه ادا کنند. در نامه تاکید شده است که باید به خبردار کردن زادگان آسیای مرکزی توجه ویژه بدهند. گفته می شود که امسال نیز نماز در 6 نقطه 4 مسجد جامع و همچنین در باغ سکولنیکی و مرکز نوهای تکنیکی ورزش دایر می شود. با آنکه در پایتخت روسیه بنا به آمارهای غیر رسمی تا 4 میلیون مسلمان به سر میبرند، برای آنها تنها 4 مسجد جامع عمل میکنند. سالهای آخر شماره مسجدهای 5 وقته در مسکو و اطراف آن با سرعت افزایش یافته ایستاده است، ولی شماره مسجدهای جامع خیلی کم باقی میمانند و این باعث می شود که بخصوص در روزهای عید مسجدهای موجوده همه خواهشمندان ادای نماز عید را گنجانده نمیتوانند و دهها هزار نفر مجبور میشوند تا در جای نماز پرتافته نماز خود را ادا کنند. نمایندگان خدمات مطبوعات دپارتمنت سیاست ملی و روابط بین منطقوی شهرداری مسکو در صحبت با کانال استراژا نووستی اشاره کردند که توصیه‌های نو به حمله اخیر تروریستی در کروکوس ربط دارد. یادآور می‌شویم شام 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کروکوس در کنار مسکو حمله آورده ازدحام را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بنا 144 نفر کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. در رابطه به حمله کراسنگورسک دست کم 15 نفر از جمله 11 زاده تاجیکستان دستگیر شدند.